چگونگی آغاز وحی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. از جابر بن عبدالله انصاری رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالی که درباره فترت یعنی زمان انقطاع وحی سخن می گفت فرمود: روز در مسیر راه صدای به گوشم رسید. سرم را بلند کردم، دیدم همان فرشته ای است که در غار حرا نزد من آمده بود. او روی کرسی که میان زمین و آسمان قرار داشت نشسته بود. با دیدن آن صحنه دچار ترس شدم. به خانه برگشتم و گفتم: چادر روی من بیندازید. آنگاه این آیات از طرف پروردگار نازل شد: ای کسی که بر خود چادر پیچیده ای، برخیز و مردم را از معصیت خدا برحذر دار و بزرگی و کبریایی پروردگارت را بیان کن و لباسهایت را پاکیزه نگه دار، پلیدیها و بتها را رها کن. بعد از این سلسله وحی ادامه یافت و پی در پی وحی نازل گشت.